اینه عنوان پیشینه، عنوان کهنه، عنوان کهنه اینجا. اینه اینجا جای گلادیاتورها، این گلادیاتور جنگ میکردن، چه مردم جمع میشیدن. بسیار جای تاریخی داره اینجا. آدم میگم بیام تماشا کنم، تاریخی بسیار داره. نماز عصر شدگی از آن دادیسن، اون نمازی خوندیم پیشین عصر قطعی جمع تقدیم کردیم مسافر. خب اینجا از بالا میریم، آثار پیشینه هستن، جاهای قدیمه. همه کهنه. اینجا الله دانای چی گپ بود، چی کار بود. اینجا را اگر بکنن تاگه خوبش میومن هرچی بود. که هوا گرمه، همه اومدن آدم یه چی تش نمیشه. جای پیشینه نبیم. از اینجا باید که تاریخ نویستگی باشه. خب کنیسه البیزانتیه. اینجا جای چی بوده است؟ جای نصارا بوده است. سلام علیکم، اخبارك؟ بخير؟ الله يسلمك. اوه ما شاء الله تمام. أنت إيش؟ هناك. أمي هناك. أنت إيش تعمل؟ أنا كنت تعال شوف، تعال اشتري حلويات. لا. لا اشتري حلويات أنت. إيه. تعال. لا. لماذا؟ أمي ما تخليني آخذ من الناس. شكرا، ممتاز، أنت شاطر. پانصد پنجاهمی میلادی یا که 55 میلادی، الله علم 55 میلادی همه چی بوده است. جای خریستیانو بوده است، کنیسه مقصد. خب تا اینجا بعد تتبع هذه الكنيسة التي تعود في تاريخها إلى القرن السادس ميلادي. ششم میلادی، از اگر نمی 2024 باشه، ششم میلادی همین راست که است. مخططة بازيليكا التي يترف من صحن وجناحين. في نهاية الصحن من الناحية الشرقية توجد حنية المذبح التي كان يتقدمها حاجز الهيكل. أما كنيسة البيزنطية ای خریستیانو نیست، هم دین مقصد چیزای پیشینه یا یهود و نصارا نیستن. خب چی میگه در اینجا؟ توجد من ناحیه شرقی توجد حنیه المذبح. جای چی داره؟ قربانگاه داره که در اینجا قربان میکستن برای مو بوته. اما اوراق الاوكنوثس التي تزين التيجان الكورنثية فقد تم نقلها من معبد هرقل
وأعيد استعماله في بناء الكنيسة، كما تم رصف الجناحين ببلاط حجري. توجد داخل الكنيسة عدة صهاريج لتخزين المياه الأمطار، وقد استمر استعمالها في العصر الأموي. خب در اینجا میگه جای چی بوده است؟ جای حوض آب بوده است. بعد در زمان اموی ها، خلیفه اموی آبش استفاده می‌برده استند. اولا اريد اشوف هذا مسجد او شيء. هذا سبحان الله جدا جدا يشبه الاقصى. بالضبط بالضبط. القبة يعني نفس ايوه القبة. هاي ممكن على ايام زي ما قلت لك، ممكن انا هاي ما بعرف اخمن من عندي، يعني ممكن ايام صلاح الدين. سبحان صلاح الله. الدين الايوبي. بس هذا جامع. لا، او ممكن يكون زي يعني قصر اموي. ايوه تمام. الامويين كانوا هنا طبعا. هسه بنقرا اینجا مسجد مسجد چی در است؟ بسیار ماننده با مسجد اقصی، اما بالاکش. مسجد اقصی را سخت مانندی داره. و قوله که جای صلاح الدین ایوبیه و قوله خیلی میگن. القسم الاول. تشكل هذه البوابة المدخل الرئيسي للقصر الأموي. نعم. قصر أموي يبدأس. وهنا كان يتم التأكد من هوية الزائر الذي كان يجلس منتظرا لحين السماح له بالدخول وإعلان مجيئه إلى الوالي. اینجا آدمی که می اومد از همینجا منتظر میشید از والی همی بگیم همی شهر، بعد اجازتش میداد است میدرمد از پیشی بگیم پادشاه یا که والی و امیر. انشئت قاعة البوابة بمخطط على شكل صلب سقفت أذرعه بأقبية برميلية في جهتين الشمال والجنوب، بينما يعلو كل من الذراعين الشرقية والغربية نصف قبة يوجد فوق الجدران الجانبية التي تحدد الساحة المركزية المربع ثبات نوافذ تدل على أن هذه الساحة كانت مسقوفة بقفة على الأغلب من الخشب كهذه، والتي تم بناؤها في نهاية العصر الأخير من القرن العشرين. در بگم که 20م قرن اخیر درست کردگی بود. اصلا بعضی جاش ترمیم کرده که درست کردگی مقصد این پیش باشه جاش